بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستی علی الله؟ شکر الحمدلله. خود خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت زنده باشی. ما و دکتر ولی الله همراه هم هستیم که بر شما یک موضوع خوب و جالب تقدیم کنیم. خب ولی الله جان، امروز موضوع ما درباره چی است؟ موضوع ما امروز میخوایم که درباره یک چیزی به نام پادکست است. خب درباره سی گپ بزنیم، درباره فوایدش و درباره اینکه مثلا این چی است در اصل و ما چطور میتونیم از این یک چیزا استفاده کنیم. درباره اینا در کل گپ میزنیم. خیر ببینی. بله، این موضوع را هفته قبل ما خودت پلان کرده بودیم و به خاطر شروع نوار صوتی ما که ترجمه فارسی بکنیم میشه، گفتیم بیا خود موضوع پادکست یا نوار صوتی را انتخاب میکنیم که برای دوستای ما بفهمونیم که این چی است و ما چطور کار میکنیم و ما چطور صدای ما رو ثبت میکنیم، درباره یک موضوع گپ میزنیم. تمام دلایل را یک جای کرده امروز براتون تقدیم میکنیم. هم تو بود ولی الله؟ بله همونطور بود. خب خودت زیاد تحقیقات کردی یا من؟ تحقیقات خو زیادتر نه خودت زیاد کردی. فیصدی بندی که کنی باز در حساب فیصدی شما زیادتر تحقیقات کردین. خب یک کمی که ما کمتر تحقیقات کردیم. خب به نظر خودت خب بیا خودت سوال کنی یا من اول؟ سوال ما شروع میکنم. صحیح، مشکل نیست. میشه که اول همی خود پادکست که چی است دیره یک بار معرفی کنی که چی است. خب شنونده ها یک کمی که آشنایی پیدا کنه که خواه همی پادکست چی است. به نظر من تعریف ها که هر کس از یک کلمه از یک چیز می داشته باشه منحصر به خودش می باشه. من نظر به چیزایی که خواندم و دیدم و یعنی شنیدم پیش خود یک تعریف خاص به خود پادکست جور کردیم. یعنی پادکست خود کلمه انگلیسی است، ریشش اصلا از آیپد آمد تا گرفته شده. کست به نظرم به نمایش گذاشتنم به یک حساب میگه دیگه. پادکست که شد خب به نظر من یک نوار صوتی است یا یک فایل صوتی است یا یک برنامه صوتی است که همیشه در همه جا قابل دسترس است برای همگی. بسیار خلاصه‌ایش هم یک چیز میشه، یعنی یک نوار صوتی که همیشه در همه جا قابل دسترس می باشه و میتونه محتویش هر چیز باشه، درباره هر چیز باشه. به خاطر چی ایگه پا گفتم؟ به خاطر که ما خودت همی افهام و تفهیم که میکنیم یا افهام و تفهم میبخشی، یعنی گپا که ما به خودت میگم، معلومات را که ما میخوایم به خودت برسونم تمامش به صحبت و گپ میشه. یعنی میتونیم تمام معلومات خلاصه کرده به صحبت ها به نوار صوتی تبدیل کنیم و معلومات به دیگه برسونیم. پادکست هم یک هدف داره. یعنی میتونیم بگیم که خود همین پادکست وسیله انتقال یک معلومات است به صورت گپ زدن، مثل که در بین دو نفر گپ میزنه و قصه میکنه. به این صورت ما میتونیم معلومات‌ها را درباره‌اش گپ بزنیم، درباره یک موضوع و درباره یک موضوع معلومات ارائه کنیم. کم یعنی یاد گرفتنش آسان‌تر شه به خاطر که یک چیز بسیار مثلا خوبتر میاد. بله. در کل هم یک چیز بسیار عالی، شما خوبش گفتین. خب انال بیا خیر درباره چیزش گپ بزنیم، فایده‌اش. خیر ما فهمیدیم پادکست چی هستن. خیر ببینی خودت هم گفتی من گفتم. چی به درد میخوره؟ درباره ازی صحبت کنیم. به نظرت یکی از فایدهش نظر به خودت چی هست؟ به نظر من فواید خود در کل زیاد داره. مثلا میتونیم بگیم که فواید برای کسی که مثلا همین محتوی را گوش میکنه فواید داره و برای کسی که مثلا اینا رو تهیه میکنه بعضی فواید خاص خود داره. خب یکی از فوایدش است که قابل دسترس می باشه. یعنی یک چیزی می باشه که در همه جای هر وقت و در هر زمانی که باشه قابل دسترس می باشه. یک فایل صوتی است. وقتی که در تلفن، حالا خود تلفن همیشه پیش تمام کسا هست. یعنی همیشه شرط اساسیش که قابل دسترس هست همیشه تلفن است. یک شرط داره. خیر ببینید که هر وقت که مثلا که خواستی نمیشه باشه، در راه باشه، در حال پیاده گردی باشه، در هر وقت باشه، در انتظار باشی یک جای، هر جایی که باشه، در کل این قابل دسترس است. بسیار براحتی با آسانی در دسترست قرار داره. میتونی ازش استفاده کنی هر موقع که خواستی و هر موقع که ضرورت داشتی و وقتش داشتی. من میخواستم در گپ اضافه کنم در پالی ازی که خودت گفتی قابل دسترس است. من میخواستم بگم بسیار به سهولت میتونی به دست بیاریش. یعنی عین از این دو گپ یکی میشه. صحیح؟ یعنی به سهولت خودت میتونی که پادکست ها یا نوارای صوتی را پیش خود داشته باشی. صحیح؟ هر اپلیکیشن باشه، در تلفنت فایل صوتی باشه، میتونی از تلگرام دانلود کنی یا حتی برنامه خود پادکست را دانلود کنی. دو میلیون ها پادکست که هر کس روزانه میسازه در زبان‌های مختلف از استفاده کنی. خب دیگه چی فایده است به نظر خودت؟
قبل از اینکه فایده دیگه شبرش برم درباره همین خود از اینکه گفتن که بسیار با سهولت در قابل دسترس است، همچنان استفادهش هم بسیار آسان است. بسیار با سهولت ما میتونیم از این محتوی استفاده کنیم. مثلا وقتی که ما را در دسترس داشته باشیم، یعنی اگر فایل قابل دانلود باشه دانلود کرده باشیم یا به هر صورت در دسترس ما قرار گرفته باشه، بسیار با آسانی فقط مثل یک صداست که مثلا ما در حال پیاده روی باشه، بسیار با آسانی فقط با یک کلیک با بسیار سهولت و آسانی میتونیم که چی کنیم ازش استفاده کنیم. یعنی استفادهش آسان و با سهولت میشه. خیر ببینی بسیار عالی گفتی ولی اولا جان. خب فایده بعدیش از نظر من که بگم میتونی که زیادتر بالای رشد فردی خود کار کنی. یعنی پادکست ها یا نوارای را بشنوی که درباره بعضی کتابای مشهور گپ میزنه، مثل اتمیک هابیتس جیمز کلیر نوشتهش کرده، بسته صحبتای از او درباره چی هست که چطور یک فرد پیشرفت میکنه در وجود خود، در زندگی فردی خود چطور پیشرفت میکنه. او میگه عادات خوبتر باید سرش کار کنی، کوچک کوچک کار کن تا که به هدف بزرگ برسی. این یک چیزا میگه. به نظر من اگر از پادکست به خاطر رشد فردی هم استفاده کنیم، این هم یک فایدهش میباشه. به نظر خودت چطور بر رشد فردی؟ برای رشد فردی ما خو خیلی کمک میکنه. مثلا هر محتوی که باشه اون محتوی حتما یک تاثیر بالای ما داره که ما را میتونه که بر ما چی بده، یک رشد بده. مثل که خودت گفتی درباره همون کتاب اتمیک بامز که به خاطر تغییر عادت‌ها که میتونه همین تغییر عادت‌ها ما را بر رشد فردی زیادتر نایل کنه. همونطور در هر بخش زندگی ما، در هر بخشی که مثلا همون پادکست ما استفاده میکنیم، میتونه در مو بخش از زندگی ما بر ما شما بر رشد فردی را نایل کنه ما را. و بسیار خوب. خب دیگه یک فایده دیگه به نظر من این است که اگر ما خودت که حال پادکست ساختیم میتونیم به مخاطبین زیادتر دست پیدا کنیم. هم یک چیز است بر خود ما تو فایده چی است. سیست ما میتونیم صحبت ما را، گپ ما را، پیام ما را، هدف ما را به یک جامعه برسانیم، به تعداد زیاد از مردم برسانیم که این میتونه باعث تغییرشان شود. حتی بسیار گپ نیک زدین شما. مثل که مثلا ما یک صحبت دوستانه داشته باشیم و درباره یک چیز گپ بزنیم، همین با تایید گپ شما این است که یعنی می گپ ما تو میتونه با کانتاکت ها و با مخاطبین بسیار زیاد میتونه برسه، بسیار با سادگی. مثلا ما تو درباره یک موضوع یک معلومات را دربارش گپ زده رستیم، درباره صحبت کرده رستیم. دای باید هر گپی که میزنیم بسیار با آسانی و مخاطبین خیلی زیاد میتونه با آسانی برسه. یکی دیگه این گپ هم است که اگر درباره یک موضوعی که ما خود صحبت میکنیم امکان داره دلا بلای سخنای ما یک گپ نو در فکر ما دمو جریان بیه و در یاد فکر خود دمو جریان بیه، بازی ثبت میشه و این به بیشتر نفرا میرسه. یا یک فایده خوبش هست. دیگه یک گپی مثلا هر وقت در فکر آدم هر گپ نمیه، اما تو در وقت صحبت کردن میشه یک گپ خاص با ذهنت بیه و مستقیما به تو ثبت میشه و به خیلی مخاطبین زیادم میرسه. خب یک گپ دیگه هم است، یکی از فایده‌های پادکست فلکسیبیلیتی در لیست دارم. فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری در پادکست چی است؟ بر خودت بگیم ولی اولا جان. انعطاف پذیری زیادتر اپلیکیشن ها ما را قادر به این کار می سازه. هدف ما چی است؟ یعنی شما یک پادکست یا یک نوار صوتی دارین که 25-30 دقیقه است. این 25-30 دقیقه را این اپلیکیشن پادکست بر شما این قابلیت ها را میده که با سرعت دو چند بشنوید. مثلا 20 دقیقه پادکست باشه شما 10 دقیقه میتونید تمام محتویات از رو بشنوید. یا حتی بعض اپلیکیشن ها تریمینگ دارن، بینای صحبت که صحبت قطع میشه او را کات میکنه. او هم یک نقطه برتریتش است. یعنی یکی از فایده‌های دیگه پادکست همیست که فلکسیبل یا انعطاف پذیر است. شما میتونید در وقت کم محتویات زیاده بگیرید. خب دکتر صاحب هوشمند، ما دمی تحقیقاتی که کم کم در جریان هفته کرده بودم با یک متن سر خوردم که گفته بود یکی از فواید همین پادکست این هست که برای دخولش یعنی برای داخل شدن دمی عرصه یا استفادهش برای استفاده از همین پادکست ها بسیار موانع بسیار کم موجود می باشه. اینقدر موانع زیاد نمی باشه. به چی مفهوم میتونه باشه؟ از نظر من وقتی که در پادکست یک چیز ذکر میکنه که یعنی مانع کم است، بیای خیلی مقایسه کنیم که در یک ویدیو یوتیوب
که در اون معلومات خیلی زیاد است. صحیح وقتی که ویدیو یوتیوب خودت بخوای ببینی میری، یعنی باید اولش خود نت داشته باشی، آنلاین باشی، باز بری ویدیو رو سرچ کنی، ویدیو در دسترس قرار گرفت، باید هوش و حواست، چشمت، گوشت، فکرت باید به طرف ویدیو باشه تا که تو از او یک چیز بگیری. صحیح است؟ بله. و در عین حال تو کار دیگه کردن نمیتونی، بعضی از یگان نوت گرفتن. لیکن زمانی که وقت نوار صوتی یا پادکست گپش پیش میشه، خودت از وقت امکان داره دانلودش کرده باشی. خیلی اپلیکیشن ها هست میتونی چی میگه این قابلیت بر خودت بده. و همچنان وقتی که این نوار یعنی صدا رو میشنویدی، خودت میتونی کارهای دیگه رو انجام بدی. صحیح است؟ کدام مانعی نداری، تنها میتونی گوش کنی، یک گوشکی رو بند کنی گوشت، تمام معلومات بشنو و دربارش هم کار دیگه تا کردم میتونی، هم درباره از گپا فکر کردم میتونی. مثل که ما یک اصطلاح داریم با یک تیر دو نشان. میتونیم همون یک تعبیر از این بگیریم که مثلا ما در حال انجام یک کار دیگه هستیم، مثلا در حال رفتن به دانشگاه هستیم، پیاده روی هستیم، یعنی در این جریانی که ما میریم هم میتونیم در مو هدف خود که مثلا به پانتون رسیدن باشه هم کار انجام بدیم و هم میتونیم یک پادکست را پلی کنیم و از محتویش استفاده کنیم تا اینکه هم مثلا از بهترین استفاده شود، از وقت ما بهترین استفاده شود و از مو فرصتایی که در دسترس ما هست هم میتونیم بهترین استفاده را کنیم. خیلی بسیار عالی. دیگه شما خود در جریان هفته که هست تحقیقات خود کردین، چی فایده داره این پادکست؟ خب دیگه فایدهش این است زیادتر به خود کسایی که میسازن برمیخوره، میتونن جریان مکمل صحبتشانه در خیلی یک فایل که سایزش بسیار کم میباشه ثبت کنن. صحیح است؟ ما اگه بخوایم یک ویدیویی بگیرم حجمش خیلی زیاد میشه، خیر ببینی. لیکن اگه فایل صوتی از رو ما اکسترکت کنم، بکشم، جدا کنم، 5 دقیقه در حدود شاید یک شاید 3 MB 4 MB به. لیکن اگه من ویدیویی را بگیرم که 4K باشه یا حداقل بر خیر میگم 1080p، او بیشتر از 100 MB میشه تا که او را کانورت کنی و کمتر بسازیش. هدف از این نمیسته، میتونی که فایلای صوتی را کم حجم در تلفن‌هایی که حجمش کم است داشته باشی، همیشه از استفاده کنی. صحبت‌های خیلی درازه. بله، ما با تایید گپاش ما اینا می‌خواستم بگم که یکی از فوایدش نسبت به یوتیوب یا نسبت به ویدیو، یکی از فوایدش فواید زیادتر شاید داشته باشه. بله. یکی از فواید است که حجم از کم است. میتونی با آسانی در یک وقت مثلا شاید بعضی مشکلات اینترنت داشته باشه، فقط بسیار اینترنت ناچیز و کم ضرورت است که اونم فقط دانلود میکنی. ولی اگر بخوای در یوتیوب با این مقایسه کنی، باز یوتیوب هم باید خودت اونجا اینترنت در حال همون وقت گوش کردن داشته باشی و هم اینترنت مقدار زیاد است. خیلی مشکلات شاید برای شخص ایجاد میکنه. راست میگی. در وقت که از ما اینترنت هم خیلی قیمت است نظر به دیگه جایا، نظر به دیگه کشورها و نظر به دیگه جایا که مشکلات اینترنت کمکی هست. بله. بعضی وقتا مثلا یوتیوب ضعیف می باشه، اما ویدیو که پلی کنی یک مشکل جدی است، اینترنتت کار نمیده، میخوای یک چیز رو همون قاجر کار داری در دسترست باشه باید، ولی امور نمیتونی استفاده کنی. ولی خب بس حجمش کم است، یک چند MB اینترنتی که میخوره و وقت دانلود کنی دیگه اگر اینترنت نداشتی هم مشکل نیست، دسترست میباشه، میتونی ازش استفاده کنی. خب دیگه بریم دیگه. به نظر خودت چی فایده داره؟ لیست خود راز است. به نظرم یک چند فایده دیگر هم بگیم بر شنوندگان که بفهمن. یکی از همین فواید پادکست برای کسایی است که همین پادکست یا همین محتوی پادکست تهیه میکنه و او عبارت از است که این میتونه به حیث یک منبع عایداتی بر ما شما باشه. مثلا چطور؟ و این هم از خود یک شرط و شروط داره و شرط و شروط اصلیش است که ما مخاطبین داشته باشه. بدون شک. مثلا ما پادکست ها رو همیشه جور کردن میریم و در جریان مخاطبین ما زیاد شده میره و در این جریان میشه که بعضی اپلیکیشن هاست که اونا به خاطر همین که مثلا خیلی مخاطبین از این پادکست های ما استفاده میکنن، میشه یک مقدار یک منبع عایداتی بر ما باشه، یک مقدار ما رو حمایت کنه، سپورت کنه از نگاه مالی. و همچنان میشه که از طریق ای که برای بعضی موارد که قابل قبول بر ما باشه ما اونا را مثلا در جریان صحبت‌ها خود ذکر کنیم و به مخاطبای ما برسانیم به حیث ادورتایزمنت یا به حیث یک اعلان
همون چیزایی که البته قابل قبولی ما باشه و مفید باشه برای دیگران او را در جریان صحبت‌های خود به دیگران مثلا یک بار باعث یک ادورتایزمنت و اعلان برسانه. این هم میتونه بر ما یک کمک مالی باشه، یک حمایت باشه. بسیار نکته خوب اشاره کردین دکتر سیب ولی الله. خیلی ببینید. خب ادامه بدیم دیگه. چی فایده خود داشته که به نظر شما چی فایده خود داشته؟ یک از فایده‌های دیگه چیسته که اصطلاحی است به نام مولتی تاسکینگ. شما خود در جریان هفته تحقیق هم کردین، میشه که یک ذره واضح بسازید که چی است مولتی تاسکینگ؟ یعنی مولتی تاسکینگ چندین کار همزمان اجرا کردن. ما در بخش سهولت اکسسیبیلیتی هم ایره یاد کردیم، لیکن شماره‌وار جدا میگیم که مولتی تاسکینگ یعنی زمانی که شما پادکست هم میشنوید میتونید چندین کار بکنید. راستش من این کار خودم عملا اجرا میکنم. یکی از چیزایی که درباره پادکست دوستم دارم همین است که من چند کار میتونم در وقت شنیدن یا یاد گرفتن یک چیز بکنم. من پادکست گوشکی را در گوشم میمونم، پادکست پلی میکنم. زیادتر وقتایی که من پلی میکنم پادکست قدم زدن است، یعنی من میخوایم از یک جای به دیگه جای برم، در بین من دیگه کدام کار ندارم بجز از قدم زدن. من پادکست پلی میکنم، در جریان از اینکه من در راه خود میرم و به هدف خود رسیده رستم و یک چیز دیگه هم یاد میگیرم. چرا وقت من ضایع شود؟ میتونم در یک تیر چند نشان گفته خودتان وری درست است. هم میتونین که مثلا با هدفتون که با مثلا میخواین برسین، مثلا میخواین برای پانتون برین یا هر جای هم با اون میرسین و هم یک چیز مفید را یاد میگیرین در جریان با گوش کردن همون پادکست ها. یک از فایده هاش هست. دمی آخرم چی شده بود؟ دمی آخر یادم میاد یک جای در انتظار موندم. مجبور بودم منتظر کسی باشم که نمیفهمیدم 10 دقیقه بعد میاد یا 15 دقیقه بعد میاد 20 دقیقه بعد میاد. من از وقت خود بازم استفاده کردم. پادکست‌های من شنیدم، پادکست‌هایی که قبل دانلود کرده بودم. در دسترستان بود، تلفنتان پیشتان بود. فقط شما فقط پلی کردن و شنیدین. از این وقتی که منتظر بودین هم منتظر بود، هم در انتظار بودین، هم امو یک محتوی مفیده از امو پادکست یاد گرفتین و برای شما رسید یک محتوی. اینال شما میشه امی در کال یک جمع بندی بکنین و بسیار خلاصه درباره می فوایدش بسیار یک به صورت خلاصه گپ بزنه. بعد از اون میریم در بعضی موارد دیگه. خب راستش خیلی وقت ما را فایده پادکست گرفت. واقعا ضرور بود که گپا را یاد میکردیم، بدون اهمیت واقعا نیسته. خب یک آمار براتون بگم، بر من خیلی جالب بود. اینترنت دیدم در گوگل گفته که به نظرم 2018 بوده تقریبا 16 میلیون نفر که سنش بالاتر از 12 سال بوده حداقل یک پادکست در یک ماه میشنیده. 12 میلیون نفر در امریکا بالاتر از 12 سال یک پادکست که معمولا 25 تا 35 دقیقه است میشنیده درباره هر بخش خاصی که بوده. خیلی از پادکست ها حال وجود داره. من یک چند دانه نام میگیرم که زیاد برای من مهم است یا من زیاد در روزا میشنومش. یک چند شماره است، شماره وار یاد نام میگیرم. یکی پادکست تی وی است که زیاد میشنوم، دکتر سیب ولی الله. او از یک دو دکتر هستن که اینا قسم صحبتای خیلی خوبه درباره مسائل تی وی و درسای تی وی میکنن، چی فیزیولوژی باشه، چی پاتولوژی باشه، هستولوژی، هر چیز دیگه. نام از اونا دکتر مایک و دکتر متی مدیکال پادکست هستن. در هر پادکست اپلیکیشن که شما برین رو یافته میتونید. دیگه یک پادکست دیگه که از یک شخصیت بسیار مشهور است، کتابشون به تازگی چاپ شده، علی عبدال است. از اونم زیاد میشنوم. نومان علی خان یک شخصیت چی بگیم براتون اسلامی است، خیلی گپایش قابل قبول است برای من، تفاسیر خیلی خوب داره، دیگه راهنمایی‌های خیلی خوب داره، جوابای سوالای خیلی مردم میته، از اون زیادتر میشنم. دیگه نینجا نرد زیادتر مسائل طب میشناسیشه، اونا هم یک پادکست جور کردن درباره مسائل طبی گپ میزنن زیادتر. اما قسمی که ویدیوهایشان بود حالا میشینن درباره یک موضوع طبی صحبت میکنن. دیگه شما را از مسائل JCT هسته که نام پادکستش آن پرپوز یعنی داشتن هدف یا بسوی هدف هسته. یا یک نویسنده بسیار مشهور است، در خیلی کتابا نوشته کرده، از این گپایش خیلی تاثیرگذار است. دیگه همه قسم چند پادکست دیگه هم هسته، اگر کسایی که علاقمند بود باز برشان میشه که برسانیم. دیگه خب درباره فایده‌اش گفتیم دکتر صاحب ولی الله، درباره یک چند تا نام پادکست ها را گرفتیم. اینال میشه که درباره اون اپلیکیشن ها برشان بگیم دیگه. کدام اپلیکیشن ها خوب است؟ این پادکست ها را از کجا میتونن به دست بیارن؟
قبل از اینکه درباره همین اپلیکیشن ها مثلا بخوایم گپ بزنیم یک چیزی در ذهن من امید قوم آمد تو چی هست؟ و این بود که همین پادکست در این وقتا که مثلا مردم استفاده میکنه، حالا من متوجه یک چیز شدم که بعض مردم مثلا قدر وقت زیاد نداره به خاطر از اینکه مثلا بخواد یک کتاب بخونه. همین پادکست ها اکثریتشان محتوی کتاب است. مثلا یک کتاب که یک متن مثلا یک 200 صفحه باشه یا هر چقدر صفحه باشه، یک کسی میاد و میره یک سامرایز میکنه، خلاصه میکنه و از یک پادکست یا یک محتوی صوتی جور میکنه. یعنی یک کتاب به صورت چی است؟ صوت است. این طرح یک چیز جور میکنه و تو میتونی یعنی شیره و شربت یک کتاب در 20 دقیقه یا 25 دقیقه یک پادکست که مثلا در راه رفتن در دانشگاه هستی، میتونی تو از فایده از اون کتاب بهره مند شوی و نمو علم و نمو دانشی که در بین کتاب است بر تو برسه. یعنی در این وقتای آخر که زیادتر مثلا میشه که مردم غیر از اینکه درباره معلوماتای بیرونی گپ بزنه، کتابا رو میگیره به صورت پادکست، به صورت صوتی خلاصه شه، یا بعضا خلاصه نه که یک ذره زیادتر یعنی مشرح‌تر است، اینا را عیار میکنن، جور میکنن و بر ما شما میتونه در دسترس باشه و استفاده کنه. راست میگی. من از گپای خود یک چیز یادم آمد. یکی از نقل قولای است که کتاب خوانده بودم، در ذهنم زیاد میاد این وقتا. در انگلیسی است Don't lose the sight of jungle for the trees. میگه دید جنگل از خاطر دید درختها گم نکو، از دست نده. این یعنی چی؟ مثلا یکی از اشتباهاتی که من در دوره سالهای اول پانتون میکردم، زیادتر سر جزئیات بودم. جزئیات مثلا میگفتم اینی باید حفظ شوه، این قسمت حفظ شوه، این قسمت حفظ شوه، در کل کتاب حفظ میشد، لیکن من نمیفهمیدم که این چی به درد میخوره. یا قسم مثال بدم، مثلا خودت یاد میگیری پخته کردن یک قورمه را، صحیح است؟ قورمه کچولو یا قورمه گوشت، این حال خوب سه یاد داری که چی پرتی، چقدر نمک پرتی، چقدر مساله پرتی، در چقدر حرارت بگیری، چقدر آب پرتی یا هر چیز دیگه، صحیح است؟ بسیار خوبش آماده میگیری، لیکن خودت نمیفهمی که اینی قورمه را من همراه کدام غذا بخورم، صحیح است؟ اینی هدف ماست. در کدام قسمت دسترخوان مونده شود، در کدام وقت خورده شود، اینی قسمت ها را لیکن نفهمی. هدف نیست. پادکست بر ما کمک میکنه زیادتر این چیزا رو بفهمیم. بله، مثلا مثل که خودت هم گفتی یک از اشتباهات من بود که زیادتر در جزئیات میرفتم، ولی پسان فهمیدم که نه، این جزئیات نیست که اونقدر مهم است، اما مفهوم کلی یک چیز بسیار مهم است. مثلا هر درس باشه یا هر چیزی باشه یا یک کتاب، از او باید ما یک کانسپت یا یک مفهوم کلی داشته باشه که نسبت به جزئیات بهترتر است. بله. و دیگه در ادامه درباره همو برنامه ها یا اپایی که مثلا ما از طریق از اون میتونیم با پادکست ها دسترسی داشته باشیم، میشه که شما یک کمی که معلومات بتنده و چیزا؟ چند برنامه است که بسیار زیاد مشهور هستن. یکی گوگل پادکست هستن که تمام پادکست های جهان که ثبت میشه میره در اونجا. دیگه اپل پادکست است، این دو دانه زیاد مشهور است. دیگه وبسایت های متفاوت است، اپلیکیشن های متفاوت است که شما را قادر به این میسازه که دانلود کرده باشید. خود این دو دانه ای که من یاد کردم در اولام شما را میمونه که دانلود کنین، از هر پادکست که نیاز داشتین استفاده کنین، دانلود کرده استفاده میتونین بشنوینش. خود دیگه اگه یاد کنم، من خودم زیادتر از یک اپلیکیشن به نام پاکت کست استفاده میکنم. نامش است پاکت کست، یک آیکون سرخ داره، حلقه یکای سفید داره. دیگه برنامه‌ای است اسپریکر هم است. دیگه اما قدر برنامه را اکتفا میکنیم. زیادتر مهمترینش گوگل پادکست است، اپل پادکست است، پاکت کست است. اینا را شماره‌وار در دسکریپشن من نوشتم میکنم، کسایی که خواست دیگه میتونه از اینا استفاده کنن. درباره این اپلیکیشن ها و چیزا معلومات دادین، خیر ببینید. کسی که مثلا باز زیادتر علاقه‌مند باشه میشه باز یگان معلومات اضافی درباره خود از این اپلیکیشن ها و معلومات زیادتر برشون بده. خود این پادکست از چی وقت است که آغاز شده؟ درباره تاریخچه‌اش که مثلا چی وقت آغاز شده؟ راستش تا جایی که معلومات دارم در سال 2000 است یا 2001 یک وبسایت تهیه شد که میتونست که اودیو فایل‌ها را، یعنی این فایل‌های صوتی را بر مردم قابل دسترس بسازه. اودیو تو چی یک نامش فراموشم شده .com بوده که اینمی باز منجر به این شد که مردم نه تنها آهنگا را به مردم دیگه قابل دسترس بسازن، نوارای صوتی صحبتایی که در رادیوها زیاد پخش میشد که مردم مشتاق می بود. سابق رادیو بود،
پادکست اول رادیو بود و رادیو که در پادکست چی فرق داره؟ رادیو برنامه را تنظیم میکنه در ساعت معین کنه، وقت شنیدی غیر از دیگه چیز پلی میشه. رادیو لایف است. لایف است. لیکن پادکست چه قسم شد که اونمو کسایی که زیاد علاقمند هم برنامه بود که برنامه را در وقتش از دست دادن، باز درخواست میکردن در وبسایت خاص مفتیدک، باز مردم میتونید از اون وبسایت دانلود کنه و هر وقت که خواست بشنوه. به نظرم اما قسم یک پیشرفت داشت. در سال 2001 آیسته آیسته پیشرفت کرد. یعنی همون نقطه آغازینش همون سال. اما تو یعنی به این شکل آغاز شد. بله. حالا خیلی زیاد هوادار داره. خیلی کسان یعنی میسازن پادکست. خیلی کسا هم میسازن و خیلی کسا هم استفاده میکنن. خصوصا در کشورهای خارجی مثل که شما گفتن در سال 2018 در امریکا تقریبا 15 یا 16 میلیون انسانی که از 12 سال بزرگتر است. بله. اینا حداقل یک پادکست در یک ماه گوش میکنن. این خود در سال 2018 بود. از سال 2018 تا حالی که مثلا 6 سال تیر شده، همین رشدش بیشتر شده، رشد زیادتر شده، رشدش بدون شک زیاد شده و بدون شک با اینکه رشد زیاد شده مخاطبینش هم زیاد شده، یعنی هواداران و مخاطبینش هم زیاد شدن. کسایی که میخوای از استفاده کنه هم زیاد شده. بله. و کسایی که البته تهیه هم میکنه زیاد شده. بله. خب به نظرم کم قدر کافی است به خاطر قسمت اول پادکست خودمون. به نظر من همونقدر کافی است. باز خسته نشن، مخاطبین خسته نشن، همونقدر کافی است. در کل هدف ما از این قسمت از این پادکستی بود که شما را با پادکست آشنا بسازیم و همچنین فایدهش براتون بگیم و شما از وقت‌های اضافی تان استفاده کنید پادکست بشنوید. خلاص همونقدر. صحیح هستن؟ تشکر از اینکه حوصله کردین، ما را شنیدین. در قسمت بعدی انشالله درباره یک موضوع جالب دیگه یا تیبی یا آگاهی برای شما درباره یک چیز نو صحبت خود کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. دکتر ولی الله، خداحافظ. بخیر باش.